گاهی اوقات ما باکمون سوراخه، این چیزی که توی باکه مثلا بنزینی که توی باکه هی داره نشت میکنه، سرریز میکنه بدون اینکه اصلا ما خبر داشته باشیم، هی داره هدر میره. حالا شما اون باکو داخلش رو نیروی حیات در نظر بگیرید، نیروی حیات ما داره به قول گفته کلا سرریز میشه، میره هدر میره، آگاه نیستیم. یه سری پست‌ها رو نگاه میکنی حس خشونت، یه سری پست‌ها حس کینه، یه سری پست‌ها حس نمیدونم حسایی که برای گفتنی سطح انرژی دلوپی داره میخوره، سطح انرژی میره بالا، نیروی حیات میره بالا، پرانا میره بالا. اوکی، ما میتونیم احساس بهتری داشته باشیم، احساس خوبی داشته باشیم، احساس سرزندگی داشته باشیم. اگه واقعا دوست داریم عشق رو تجربه کنیم، باید شیش دنگ حواسمون باشه، آگاه باشیم، بیدار باشیم. با نام و یاد عشق، سلام به روی ماه شما دوست عزیزم. خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم اینجا میبینمت. صدای اذانم میاد، نمیدونم صداشو میشنوید یا نه، ولی لحظات قشنگیه. امروز میخوام در مورد یک مبحثی باهاتون صحبت کنم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. گاهی اوقات هر کدوم از ماها احساس خستگی میکنیم، احساس ملال میکنیم، احساس بی‌حوصلگی میکنیم، دوست داریم پاچه اینو بگیریم. اوکی، طبیعیه، پیش میاد، واسه منم پیش میاد، ولی من آگاهم بهش، نمیذارم اون تسلط پیدا کنه و دوست دارم این آگاهی رو شما هم داشته باشی. شما هم آگاه باشی به احساسات و عواطف خودت و اجازه نده که غلبه کنه بهت. بچه‌ها، جهان بازیه. احساس کرختی وجود داره، احساس ملال وجود داره، گاهی اوقات بی‌حوصله میشیم، ولی همین احساساتی که الان بهتون گفتم، احساسات به نوعی عکسش هم وجود داره، احساس پر انرژی بودن، احساس خوب داشتن، احساس شور زیستن داشتن. اوکی، اینا هم هست. اصلا جزوی از این بازیه. اصلا بازی جذاب شده، نمیشه یکیش باشه. جهان دو تا بعد داره دیگه، دو سو داره. پس سعی کنیم یاد بگیریم قوانینشو. وقتی قوانینشو یاد میگیریم قشنگتر میشه، جذابتر میشه زندگی، چرخ زندگی روونتر میشه و گول صحنه زندگی رو نخوریم بچه‌ها. چون همش بازیه، تگریزی، سخت نگیر. من خودم گاهی اوقات گول صحنه زندگی رو میخورم، ولی آگاه باشیم نسبت بهش. اوکی، و اینکه هدف از خلقت ما این نیست که بچه‌ها بیایم اینجا این احساسات رو تجربه کنیم. احساسات، منظورم اینه که احساسات خستگی و نمیدونم یه زندگی روتین داشتن و بی‌حوصلگی و اینا رو نه. در مورد جهان بهتون بگم، جهان اصلا این مدلی نیست. جهان داینامیکه، جهان پویاست، جهان همیشه در حال حرکته، رو به پیشرفته، رو به جلوه، ایستا نیست. ایستایی وجود نداره. پس مقاومت نکنیم بچه‌ها. ما داریم مقاومت میکنیم که این احساسات به وجود میاد. و این مقاومت از کجا میاد؟ مقاومت از ذهن میاد. پس منشأ تمام این احساساتی که در موردشون گفتم ذهن ما. اگه احساس خستگی داری، بی‌حوصلگی داری، حال و حوصله نداری، به خاطر ذهنته. ذهن رو باید کنترل کنی، ریشه برمیگرده اونجا. اوکی بچه‌ها، همه چیز تو این جهان انرژیه. همه چیز در این جهان انرژی است که این انرژی رو گفتنی هر کدوم سطح ارتعاش، سطح فرکانس رو گفتنی طول موج متفاوتی دارن. میدان انرژی در حال ارتعاشند. اوکی، بدن ما میدان انرژی در حال ارتعاشه، همه چیز. اوکی، و توی آیین یوگا یه در مورد انسان یه کلمه‌ای رو به کار میبرن، بهش میگن پرانا، که توی فارسی بهش میگیم نیروی حیاتی. میگن که هر کسی نیروی حیاتی داره. اوکی، هر کدوم از ماها نیروی حیات داره، همه این موجودات، و این نیروی حیات ما بالا پایین میشه، نوسان داره. اوکی، نوسان داره.
و این نوساناتش منشأش برمیگرده به ذهن، ریشش برمیگرده به ذهن. یعنی ما هر چقدر بتونیم ذهن رو کنترل کنیم، این نوسانات ما رو گفتنی متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات این تعبیر رو میخوام به کار ببرم، گاهی اوقات ما باکمون سوراخه. این چیزی که توی باکه، مثلا بنزینی که توی باکه هی داره نشت میکنه، سرریز میکنه بدون که اصلا ما خبر داشته باشیم، هی داره هدر میره. حالا شما اون باکو داخلش رو نیروی حیات در نظر بگین، نیروی حیات ما داره به قول گفته کلا سرریز میشه، میره هدر میره، آگاه نیستیم. همونطور که بهتون گفتم منشأش ذهنه. بچه‌ها ذهن یک ماشین قدرتمنده، ماشین قدرتمندی که قدرت خلق داره، قدرت خلق همه چیز رو داره و واسهش خوب و بد فرقی نمیکنه. یعنی هر دیتایی رو بگیره تبدیل میکنه. یعنی ذهن تو هر دیتایی رو ببینه، تجربه کنه، اون رو تبدیل میکنه به پدیده و رویداد. اوکی؟ این یک فکته، یک حقیقته. پس باید حواسمون باشه، آگاه باشیم. همینا باعث میشه که این سطح انرژی ما بتونیم سطح انرژیمون رو بالا نگه داریم، سطح انرژیمون بیاد پایین. اوکی؟ حالا این ورودی ها چجوریه؟ به وسیله حواس پنجگانه‌مون. حواس پنجگانه ما دیدن، چشیدن، بویایی، شنیدن، اینا حواس پنجگانه ما هم دیگه. به عبارتی هر چیزی که ما داریم توی محیط پیرامون تجربه میکنیم، ذهن ما داره اینا رو همه رو ریکورد میکنه و داره تبدیل میکنه، دیتا میگیره، دیتا میفرسته و تبدیل به پدیده و رویدادش میکنه. حالا ذهن که داره فکر تولید میکنه، پشت بندش احساس هم تولید میکنه. خب این احساسش کار داره میکنه، این احساس داره سطح انرژی ما رو مشخص میکنه، تعیین میکنه. سر همینه، نمیدونم حالا شنیدید یا نه، خیلی از دوستانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن میگن که آقا حواست باشه چه ورودی داری به ذهنت میدی، آقا هر حرفی رو نزن، هر چیزی رو نگاه نکن. اینا همشون حقیقیه بچه‌ها، اینا حرفای خوشگل و نمیدونم حرفای پرت نیست بچه‌ها، اینا حقیقته. اگه واقعا دوست داریم که سطح انرژی بالایی داشته باشیم، احساس شور داشته باشیم، شور زیستن تجربه کنیم، باید حواسمون به ورودی های ذهنیمون باشه. گوشی رو برمی‌داری، میری داخل اینستاگرام، میری داخل اکسپلور، 4 تا کانتنت محتوا نگاه می‌کنی و اون محتواها یکیش حس حسادت رو به نوعی بالا میاره. یه سری پست‌ها رو نگاه می‌کنی حس خشونت، یه سری پست‌ها حس کینه، یه سری پست‌ها حس نمیدونم حسایی که باره گفتنی سطح انرژی دلوپی داره میخوره. نیروی حیات ما داره همینجوری نشت پیدا میکنه. چرا؟ این حسه داره خراب میکنه کارو. جهان دنبال رو به جلوه، جهان پیشرفت میخواد، جریان جهان جریان عشق انرژی بالایی داره، انرژی فرکانس بالایی داره عشق. اوکی؟ اگه واقعا دوست داریم عشق رو تجربه کنیم، باید 6 دنگ حواسمون باشه، آگاه باشیم، بیدار باشیم. اوکی؟ بیدار باشیم، گول صحنه زندگی رو نخوریم. حالا یه سری بعضی موقع حرف تو حرف میشه، گفتم گول صحنه زندگی رو نخوریم. بذارید اینو بهتون بگم بچه‌ها، بر حسب چرا این حرفو زدم؟ اونطور که اول ویدیو بهتون گفتم جهان یک بازیه، یک گیمه، جدیش نباید بگیریم، سخته ها، هنر میخواد، گولشو نباید بخوریم. اوکی؟ یافته های علمی جدید نیست البته، تاریخشو دقیق نمیدونم، ولی اینو میدونم که میگن جهان یک تصویر هولوگرافیکه بچه‌ها، یک تصویر هولوگرافیک پویاه. تصویر هولوگرافیک یعنی تصویری که باره گفتنی مجازیه. به عبارتی جهان یک رویاست، سرشتی رویاگونه داره. حالا ما باید تو متن این رویا بیدار بشیم. وقتی بیدار میشیم آگاهیم دیگه، آرومیم.
گول صحنه زندگی رو نمیخوریم. متوجهید؟ اینم داخل گیومو بهتون گفتم که داشته باشید. حالا با کیا داری نشست و برخاست میکنی؟ آیا جایی نشستی که دارن قضاوت میکنن آدم ها رو؟ آیا جایی نشستی که دارن در مورد جنگ و خشونت و نمیدونم اون این کارو با هم کرد، نمیدونم حرفای منفی میزنن؟ این نیروی حیات تو داره به قول گفتنی هدر میره. جهان گفتم چیه؟ چه ویژگی داره جهان؟ ویژگیش اینه که رو به جلو باشه. جریان جهان چیه؟ جریان جهان عشق و شور و بخشش، شفقته. اینا به درد ما نمیخوره. قضاوت و اینا باعث میشه که حس ما حس شعف و حس زندگی رو تجربه نکنیم بچه‌ها. پس مراقب باشیم، کلاممون مراقب باشیم. حالا بحث کلام شد، تغذیه رو بهتون بگم بچه‌ها. این غذایی هم که داریم ما میخوریم خیلی مهمه. چی داریم وارد بدنمون میکنیم؟ چون بدن ما ارگان هایی که داریم اونا هم نیاز به انرژی دارن دیگه. همه چیز گفتم انرژیه دیگه. اونا هم نیاز به انرژی دارن. به طور مثلا شما بید اگر غذاهای پروسسد فود یا غذاهای فرآوری شده بخورید که کلی مواد شیمیایی یا غذاهای فست فودی که بیگانه است، بدن ما بیگانه است با این موادی که داری واردش میکنی، باعث میشه که کلی انرژی باید صرف کنه، استفاده کنه که بتونه فقط اینو دایجستش کنه، هضمش کنه، بده بیرون. اوکی؟ همین باعث میشه که این سطح انرژی ما هم بیاد پایین. به خاطر همینه که ما میریم فست فود میخوریم، غذاهای مضر میخوریم، احساس سطح انرژیمون پایینه، حال و حوصله نداریم. اوکی؟ حس خوبی نداریم. پس حواسمون باید به تغذیه‌مون باشه. سعی کنیم غذای ارگانیک بخوریم، غذای طبیعی بخوریم و از غذاهای فرآوری شده، غذای بسته‌بندی شده، غذای شیمیایی دوری کنیم. غذای ارگانیک بخوریم. اوکی؟ غذایی که طبیعت میاد از اونها استفاده کنیم. کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که آقا اینم برمیگرده به کنترل ذهن دیگه. ما تمام تلاشمون اینه که برای گفتنی توجهمون رو ببریم به چیزای مثبت. یعنی ورودی هامون چیزای مثبت باشه، چیزایی که به دردمون بخوره، نه چیزایی که آتشخال باشه. توجه تو معطوف کن به چیزای قشنگ. حالت بده، آقا سعی کن بری بیرون، هوا بخوری. اصلا هوا، اکسیژن، گفتم تو همه چیز نیروی حیات وجود داره. اوکی؟ وقتی شما میرید بیرون قدم میزنید دارید از عناصر طبیعت استفاده میکنید دیگه. مثل خورشید خیلی میتونه تو سطح انرژی تو تاثیرگذار باشه، حالتو خیلی میتونه بهتر بکنه. ما میتونیم از عناصر طبیعی استفاده کنیم. بریم کوه که میریم احساسمون واقعا تغییر میکنه، سطح انرژیمون به کل تغییر میکنه. ورزش که میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اکسیژن بیشتر میشه، هوا بیشتر توی سلول ها جریان پیدا میکنه. وقتی این اتفاق میفته، وقتی ریه‌ها فعالتر میشه، اکسیژن بیشتر میشه، سطح انرژی میره بالا، نیروی حیات میره بالا، پرانا میره بالا. اوکی؟ ما میتونیم احساس بهتری داشته باشیم، احساس خوبی داشته باشیم، احساس سرزندگی داشته باشیم. و این احساس سرزندگی رو، این نیروی حیاتی رو که باره گفتنی داریم ازش مراقبت میکنیم و تو مسیر درست بذاریم، تو مسیر خلاقیت بذاریم، تو مسیر خدمت بذاریم، تو مسیر و به قول گفتنی گسترش آگاهی خرجش کنیم. به عبارتی انرژی هم میذاریم تو این چیزا، انرژی بذاریم. خیلی سعی میکنم ساده بگم موضوعاتو، ولی اینه داستان دقیقا اینه رفیق. حرف تمام. اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید، نظری دارید، خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو داخل بخش کامنت ها ببینم. روز و روزگار خوش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.